Okay, all right. چند شب پیش بود که یه ویدیو خیلی عجیب و غریب توی شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی به پا کرد. اونم داستانش این بود که مأمور یکی از شهرداری‌های شهرستان‌های ایران متاسفانه توی ملأ عام تو گوش یه خانم دستفروشی زد که بازتاب زیادی داشت. بعد از اون اتفاق بود که خواننده جوونی از کشورمون به عیادت و ملاقات و دستبوسی این مادر مظلوم رفتن تو شهر فومن. آقای امین غلامی خواننده‌ای بودن که به سراغ این سوژه رفتن و این مادر رفتن و ویدیو ایشون هم تو شبکه‌های اجتماعی بازتاب فراوانی داشت. امین غلامی مهمون تیوی پلاس تا یه گفتگویی بکنیم راجع به همین موضوع. خیلی خوش اومدید. سلامت باشید. سلام از من خدمت تمام بینندگان برنامه شما و عرضم بزرگتون در خدمتم. قربونت برم. امین جون داستان از کجا شروع شد؟ داستان که داستانی نبود والا، ما می‌خواستیم یه برنامه‌ای بود که می‌خواستیم یه کاری رو انجام بدیم که یه چیزی رو جلوشو بگیریم و اون چیز خیلی بد بود، نه کار من. اون اتفاق خیلی بد بود. من یه روز صبح بیدار شدم دیدم جمع بسیاری از هنرمندا، همه به نام‌ها، تمام هنرمندای بزرگ دارن به خاطر همدردی یه ویدیویی از یک خانومی رو که داره کتک میخوره جلو پسرش رو میذارن توی شبکه‌شون و اعتراضشون رو مینویسن، طرفداری میکنن از اون خانم، همدردی میکنن، دستشون هم درد نکنه. ولی آیا با نشر همون ویدیو که اون خانم داره اذیت میشه یا بهش بی احترامی میشه، با بی احترامی نشون دادن اون بی احترامی مجدد به کلی هوادار خودشون باید اعتراضشون رو به گوش مردم برسونن؟ بعد همشون هم قریب به اتفاق مجموعاً وقتی زیر ویدیو رو نگاه میکردی خلاصه کلامشون این بود که چرا هیچکی هیچ کاری نمیکنه، چرا هیچکی نمیره، چرا باید اینطوری باشه و چراها. من گفتم خب اشکال نداره، همه به هوای طرفداری از اون خانم و انتقاد از این موضوع، از این ناهنجاری اجتماعی دارن این ویدیو رو دست به دست میچرخونن اشتباهاً. شاید قصدی هم در کار نباشه، ولی اگر متن موضوع، یعنی اگه اصل موضوع رو نگاه کنی یه جور نشر یه چیزیه که اون جرم بوده، حالا پخش اون جرم رو دارن تکرار میکنن. شاید اون آقای خواننده‌ای که ان میلیون طرفدار داره اومده داره طرفداری از اون مادر میکنه و این ویدیو رو میذاره، شاید اون ال میلیون طرفدارش ندیده باشن. شاید اون ویدیو رو، یعنی تو دوباره داری کمک میکنی به کوچیک شدن و بی احترامی ادامه دار شده اون خانم. گفتم اشکالی نداره، منم میرم عذرخواهی میکنم، میبرمش بالا، به دست و پاش میفتم و عزت و احترام گذاشتن به اون خانم رو به ویدیو میکشم و پخش میکنم. حالا میخوام ببینم اگه بی‌غرض بوده اون طرفداری ها و پخش اون ویدیوه، میتونم بپرسم چرا به اندازه پخش اون ویدیو پخش نشد؟ خیلی به تو اعتراض کرده بودن که چرا اصلا تو اگه می‌خواستی بری دلجویی از این خانم، درسته؟ چرا فیلم گرفتی؟ چرا ویدیو پخش کردی؟ احسن، من جوابش تو سوالم تو حرف قبلیم دادم. جواب سوالتون تو حرف قبلیم دادم. گفتم یه ویدیویی از بی احترامی شدن به این خانم هی داشت پخش میشد. یعنی یک کار بدی رو که هی انجام شده بود رو هی پخش میکردن. ما یک ویدیویی که داره احترام گذاشته میشه به اون خانم رو متقابل پخش میکنیم. من قانع نیستم. میگم تو چرا ویدیو گرفتی از این اتفاق؟ از کدوم اتفاق؟ خودمونو مگه نمیگی؟ همونو میگم. ببینید شما الان نگاه کن، نمیدونم حالا مثلا یه کار خیلی زشتی اتفاق میفته، مثلا میگم عکس یه خانومی توی مثلا همسایگی یک جایی، همسایه خودتون مثلا، عکس یه دختر خانومی پخش میشه مثلا میگم، بعد پدر ایشون ناراحته میگه ببینید چه کار زشتی کردن، یه آدمه که اصلا آدرسش معلوم نیست، مجهول الاثره، آقا این اومده اینو پخش کرده. بعد شما اگه بخوای اعتراض کنی به پخش اون، میای عکس همون عکس غیر قابل پخش اون خانمو میذاری اعتراض میکنی؟
به تو باشه که میری پیش بابای دیگه. عرض میکنم خدمتتون، شما باشید عکس غیر قابل پخش اون خانم رو میذارید؟ نه. نمیذارید. و همه داشتن نقض میکردن که چرا باید یک مادر کتک بخوره. بعد همون فیلم داشت دوباره پخش میشد. آقا عکس اون اتفاق کافی بود، اسکرین شات از رو همون فیلم هر کسی بلده بگیرن، عکس اون رو بذارن، اعتراضشون رو زیرش بنویسن. این یه مورد. مورد دوم، اگر بحثی سوء برداشتی، سوء نیتی، نمیدونم ریایی چیزی توش باشه، من برای چی باید مثلا برم به دست و پای یک نفر بیفتم دستش؟ چون اون چیزی که من گذاشتم تو این اینستاگرامم یا تو تلگرامم 2 دقیقه از اون فیلمه. من 12-13 دقیقه با اون خانم صحبت کردم، بعد قرار شد گفت حتی بیا بریم خونم، گفتم نه، بعد با هم حرف زدیم. زبان خیلی آسونه، زبان گیلکی، تو پسر منی، تو عین پسر من میمونی، عزیز منی، الهی من بمیرم اگه تو بخوای این کارو بکنی. متن گفتار مشخصه. کسی که بخواد کاری بکنه، خودنمایی بکنه، منظوری داشته باشه که نمیاد بره بگه بذار دستتو ببوسم. کسی بخواد، من اگه بخواستم خودنمایی بکنم خیلی راحت. ببینید یه سری افراد هستن که حالا بماند ما فوش هم خوردیم، کامنتار هم دیدیم، البته اقلیت بودن، چون من الان حدود 1000 تا 2000 تا کامنت فقط زیر پست آخر اینستاگرامم راجع به همون ویدیو هستش که نزدیک 900 تاش هم نظرن با من و میگن آفرین که این کارو درست کردی و آفرین که به ویدیو به تصویر کشیدی که خیلیای دیگه هم باب بشه این کارو انجام بدن. این مورد اول. مورد دوم، اگه من میخواستم فکر بذارم، نه مثل این دوستانی که میان فوش میدن با اکانت فیک، اگه هر کدومم باز میکنی یه عکس گیتار بغل اسمشونه، یعنی مشخصه که رو تلت میل دارن میدونن سر جاشون. حالا نه مثل اون. اگه میخواستم واقعا فکری بکنم، فکری پشتش باشه و کاری بکنم، خیلی راحت یه ون شیشه دودی میفرستادم، کاری نداره، 30,000 تومان اجارش میفرستادم. 4 نفر آدمم که راننده آژانس و نمیدونم کسب از اینایی که مثلا راننده آژانس و 2 تا کارگر باش میفرستادم، گفتم برید بگید من عوامل جناب آقای فلانی ام، با تشریفات لوح بدین بهشون، تشکر. میتونستم قلوف کنم، نمیرفتم خودمو خاکی کنم بگم بیا دستتو بوس کنم، بیا به پات بیفتم، بیا نه، این چیزا نبوده. پس چرا خیلی هنرمندا اون نرفتن؟ این همه آدم معروف داریم، آفرین، سرشناس داریم، آفرین. ولی تو رفتی اونجا و خودتو به عنوان نماینده جامعه هنرمندان معرفی کردی. عرض میکنم با اینکه تو خیلی هم سرشناس نبودی قبل از این ویدیو. البته 2 تا رو بهت بگم، 2 تا نکته رو بهت بگم. نکته اول این که نماینده هر گروهی صرفا بزرگترین فرد تو اون گروه نیست. شما اگه میخوای یه ساختمون، یه برج سنگین بسازی، بزرگترین مهندساش نمیان وایسن اونجا نمایندهشن. تو نمایندگی نداده بود. خب نماینده قانونی جایی با مدرک قانونی من خودم رو اعلام نکردم. گفتم من به عنوان فیلمش جوازت 13 دقیقه کامل هست، کامله، کامل موجوده، حتی اجازه پخش اون خانم موجوده. یه لحظه اجازه بده، یه ذره شبیه شهرام کی هم هست. خب حالا میگن من از سر خیابون تا اینجا که اومدم توی دفتر حدود 5 تا شباهت به من گفتن، حالا اشخاص این ور آبی اون ور آبی. حالا بعد عرضم به حضورتون که فیلمش هست. اون خانم نمیدونم چی میگفتم، یادم رفت. صحبت تو رفتی خودتو به عنوان نماینده جامعه هنرمند. فیلمش هست. اولا که این همچین چیزی نبوده. من اولی که مطرح کردم گفتم خانم، من گفت شما از کدوم ارگان؟ گفتم من از هیچ ارگانی نبودم، منم مثل شما. گفت قانون اینجوری باید بشه قانون. گفتم خانم خواهش میکنم، منم مثل شما یک تماشاگر بودم، تماشاچی بودم، این ویدیو رو دیدم ناراحت شدم. توی 13 دقیقه ویدیو 9 بار گفتم منم مثل پسر شما. یه بار گفتم از طرف جامعه هنری. چرا گفتم؟ چون سفر رو باز کردم دیدم آقای رضا صادقی، آقای ایکس، آقای ایگرگ همه نوشتن چرا هیچ کس هیچ کاری نمیکنه. ویدیو رو گذاشتن. خب آقا شاید یکی از این دوستان، یکی فقط دلش میخواسته بره، وقت نداشته. بعد من یه سوال دیگه دارم. یه اتاق کوچیکو فرض کنید تمام اون هنرمندایی که اعتراض کردن به این موضوع جمع بشن، تمام اون خواننده ها، فکر بکنیم که اون روز تمام اون آدمایی که اون پستو گذاشتن اونجا جمع بودن. بعد اگر اینا نشسته باشن، آقای رضا صادقی نشسته باشه، آقای ایکس، آقای ایگرگ خیلی بزرگ نشسته باشن، منم اونجا نشسته باشم، بگن آقا یکی یه کاری بکنه، یه نفر بلند شه بره، من بگم من میرم، بعدشون میاد. خب میگن بهتر بذار این بره، ما حال نداریم بریم. نه بعدشون نمیاد، خدا وکیلی. من بگم آقا کارتون رو سبک میکنم، من به جاتون میرم، اسم همتونم میبرم، سلامتونم میرسونم، چه اشکال داره؟ من فکر میکنم از دستشون در رفت و نه حتما خودشون میرفتن. نه خب ببینید مشغله های آدم های بزرگتره. همینو دارم خب میگم. حالا اگه اون آدم بزرگا اینجا باشن، من بهشون کارشون رو راحت کنم، بگم آقا مثلا من برم، من میرم، سلام همتونم میرسونم، از طرف شماها میرم. کسی فکر می‌کنه مخالفت میکرد بعدش میومد؟ نه میگفت 100%. آقا من برم اونجا بگم منو آقای فلانی فرستاده، من پیغام رسان ایشونم. من یه جور ببین نماینده میشه، یه جور پیغام رسان. شما یه ساختمون هم میخواد بسازی، یه نفر میشه نماینده، میره میگه آقا این شکلی. من
الان یه نکته تو مهم نرفتی تو جلسه ای بشینی که بگن که آقا الان همینجا میگم، تو برو. تو جلسه نه، ولی اینها تو تریبون‌های رسمیشون همه گفتن چرا هیچ کس هیچ کاری نمیکنه بالای 20 تا خانم. منظورشون بود که مأمور شهرداریه رو بگیرم. نه آقا میگن چرا این اتفاقا میفته، چرا متناش هست کسی پاک نکرده. نه میدونم منظور میگن چرا هیچ کس هیچ کاری نمیکنه، منظورشون آقا با مأمور شهرداری که این کارو کرده برخورد بشه. حالا نکته با دومی شهردار که برخورد هست، بشه. نکته دومی که هست اینقدر مورد اعتراض قرار نگرفته. مسئله اینه. چرا دیگه؟ الان میگم آقا خدمتتون. من بخش آقا، خبری ساعت 12 شب الان من به و تو شما- دیدم. من و تو چیه؟ من و تو شبکه من و تو الکی اون دیگه برا. نگو من و تو. همون برا. آقا نه، گوش آخه کن حرف اسمای منو. اینوری داریم و اونوری میگم. شبکه من و تو بخش خبری ساعت 12 اونور. همون بر خب، انگلیس دیگه. بخش خبریش بخش خبری یکی از گوینده‌های خبرش دستش اینجوری کرد گفت یا آقای آقای رفته با خانم. آقای همون کچله، کدوم دو تا کچل دارن یه دونه کچله که برق میزنه. یه بارم به این دختره آره. که آنورمال بیماری روانی داره خودش خفه کرده بود با دنیا جهان بخت رو بگی دیگه. حالا همون که خودش خفه آره. کرده بود تتو اینا داشت. یه آره. بارم به اون مسکه چیز گفته بود. آره اونو دستشو میگی؟ اینجوری کرد تو خبر گفت یکی با شینی رفته فومن جهت انجام کار تبلیغاتی گفته که بفهمید من طرف جامعه هنرمندان اومدم که فلان، که اتفاقا اونم گفتش که تو کی گفته از طرف جامعه هنرمندانی؟ من یکی دیگه بچه‌ام اتفاقا این حرفو من زد دیروز، گفت میخوای حتی زنگ بزنیم صبح، گفتم من اصلا لزومی نمیبینم به کی زنگ صحبتی بزنی؟ بکنم. گفت میخوای ما زنگ بزنیم، پیغام بدیم، ایمیلی بدیم، جواب تو بفرست براشون. گفتم دقیقاً عین دیالوگ آخرش چی بوده؟ گفتش که شنیدیم که گفتن اکثر مردم نظرشون بر این بوده است که ایشون بیشتر برای اینکه خودنمایی کنه رفت. کار تبلیغاتی. خودنمایی این کلمه رو به من گفت. آقا من دیدم گفت کار حالا من تبلیغات. ندیدم، گفت بیشتر بخاطر اینکه خودنمایی کنه و این حرفا، از این حرفا خود اسم خودش رو بیاره بیشتر و از این حرفا زده بود. عرضم به تو حضورتون جواب چیه به این دوستان؟ به کی؟ به هم که- آقای کچله. آره. عرضم به حضورتون که اونم یه روز مو در میاره یا یه روز مو داشته اینقدر نناز به ما. نه من کاری به موهاش ندارم. من مثلا وارد من می‌خواستم یه تحقیقی بکنم ببینم همچین چیزی بوده یا نه. اینترنتو که سرچ کردم که ببینم همچین خبری راجع به من گفتن یا نه، دیدم فقط چیزای ناموسی و فحشا راجع به کانالشون نوشتن. اصلا تو گوگل یعنی الان شما بزنید روابط ناموسی من و تو، روابط ناموسی من و تو، فحشای من و تو، اخراج خانم فلان، تجاوز به عنف، زنای محسنه، همینجور. حالا پیدا نکردم مال خودمو، یعنی مطالب جالب تری بود، نصفشو خوندم خوابم برد، بقیه‌اشو بعضیاشو میزدم فیلتر بود. عرضم به حضورت که این آقا رو من ندیدم، چون یکی دو بار تو تلویزیون خودمون راجعشون صحبت میکنن، شطرنجی ان، یعنی جلوشون شطرنجی میکنن، فیلترن میبینیمشون، ولی صداشو شنیدم و از دورم برق میزنه. چقدر این خوب الکی تو ماهواره نداری؟ شبکه‌هایی که دوست دارم نگاه میکنم. آها ماهواره داری پس. بله شبکه‌هایی که دوست فیلتر دارم نگاه نیست. تو ماهواره ببین فیلتر نیست. خب من از ماهواره شبکه‌هایی که دوست دارم نگاه میکنم. من و تو رو دوست نداری. نه نگاه نمیکنم. من دست درد نکنه. خب من معمولا با کانال‌های پولی زد و بندی کار نمیکنم، مدارکش موجوده ها. پولی زد و بندی یعنی چی؟ حالا نه اینا دیگه بعد توضیح ببین. آخه من هرچی میگم شما نمیپذیری. بابا به من چه، من خبرنگارم، من سوالا رو می‌پرسم تو بزن هر کی دوست داری بتر کن. یعنی چی کانالی پولی؟ که مثلا یه شخصی زنگ بزنه، حالا من نمیدونم راست و دروغش رو، زنگ بزنه از یه شماره مثلا 20 که داره اولش، بعد یه پیشنهاد 2044 همه رو میخوای بپرسی یه پیشنهاداتی بده، مثلا بگه آقا مثلا یه خبری چاپ شده یا یه خبری گفته شده، مثلا برای تکمیلیش اگر دوست داری این خبر تکمیل بشه چون نظر مردم گفته شده، مثلا به این صورت شما انقدر هزینه میتونی بکنی این خبر چاپ بشه. پس مشخصه که یعنی از شبکه من و تو به شما زنگ زدن گفتن که پول بده. من اسم بردم. من میگم ببینید شما راجع به چند تا شبکه پرسید، گفتم من خیلی از شبکه‌هایی که دوست ندارم تو ماهواره نگاه نمی‌کنم. درسته؟ وایس لحظه بذار حلش کنی. گفتم من کانال‌های گفتی من و تو به من زنگ زده گفته پول بده خبر واسط بریم. نه ببین گفتم چند تا کانال توی ماهواره هست که من نگاه نمی‌کنم، دوستشون ندارم. گفتی چرا نگاه نمی‌کنی؟ گفتم چون یه نمونهش یکیشون به من زنگ زده این درخواستو داشته. منظورت من و تو در نیست. نتیجه اینا همشون شاید هم باشه. حالا خب هست. ما فهمیدیم که نباشه. خب بعد اینکه شما خبرنگاری کارتون می‌کنید، منم کار خودم دارم می‌کنم. آره. شاید باشه شاید هم نباشه. ولی این هست، مدارکش هست. حتی من کلک زدم گفتم میشه ایمیلتون رو به من بدین، شاید من پولو دادم شما خوردین.
ایمیل زد به من، شماره‌ش هم هست، کاری نداره، یه پرینت ایمیلش میشه به ما بدی؟ حالا در میارم بهتون میدم، کاری نداره. باش. اصلا حتی میتونم اون ایمیلی رو که زده برای من زده رو از روش اسکرین شات بگیرم، نه به شما، اصلا بذارم تو این اینستاگرام. نه حالا تو هیچ اینستاگرام مسئله ماشاءالله نیست. من اینقدر اصلا نگرانی ندارم از چیزی، چون به اندازه باهات کافی بد حرف میشن شنیدم. کی با من بد میشه؟ همون دوستان شبکه‌شون هم دوست نداری؟ خیلی از شبکه‌ها رو دوست ندارم. کدومشون میخواد با من؟ مگه من مثلا همونی هم که گفتی خودشو خفه کرد با من بچن؟ داداش تو من خودت همین رفتی دنیا جهانبخش رو فالو کردی، نه. چرا میزنی زیرش؟ من همین الان اینستاگرامم به شما نشون بدم. نشون بده یا آقا، نویز میده. نشون بده. من همین الان چرا اینستاگرام اون بنده خدا رو خراب می‌کنی؟ همه میلیون من ها آدم اصلا طرفدارشن. همچی کسی این رو بچه فالو سپه نکردم. فالو کرده از ترس خانم رضوی. من اصلا آنفالو همچی کرد. کسی رو فالو نکردم. الان چجوری مطمئنم آن فالوش کردی. با آیه یا با وایه. وای الان خب ولش این کن، شوخی پیجش کردم این بابا. پیجش فالوش کردم. عجب آدم. چرا آقا نکنید این کارا رو. عرضم به حضورتون که یه سری از شبکه‌ها متاسفانه نمیدونم خوراک ندارن یا نمیدونم مشاور بگیرن. خب مشاور فرهنگی هنری بگیرن، بهشون بگه چیکار کنن، چی بگن، راجع به کی صحبت کنن، راجع به کی نکنن. چون اون دوستمون حالا فقط من و شما یه اختلاف کوچیک سر یه جمله از اون نقل قول من و توی که بله. شما گفتی و دوست من گفتی شما گفتی برای تبلیغاتون، گفتی برای اسم در کردن، جفتش میشه یکی. آره. در مجموع ببین، میشه تخریب. خیلی دور نشیم از فضای گفتگومون. اونم اینه که میخوام بدونم اون لحظه‌ای که اولین بار اون خانم رو تو فومن دیدی، تو دلت چی گفتی و چه حسی داشتی؟ راستشو بگم آره. مردم رو دیدم ترسیدم. چرا؟ خیلی شلوغ شده بود. بعد چون من هیچ شناختی از اون منطقه نداشتم گفتم کاش یه جای خلوت‌تر بود، حداقل حرفمو میزدم. چون حالا بدور از شوخی، بدور از این جبهه‌گیری‌ها، خداوکیلم خیلی بغضم داشتم، خیلی برای خودم فکر و خیالات دیگه هم کرده بودم. حالا خیلی از دوستان یه حرفایی میزنن، ولی من اون دقیقاً همون هزینه‌ای که قرار بود اون کارو انجام بدم در نظر گرفته بودم، تازه بیش از اون چیزی که فکر می‌کردم، چون اونجا رفتم دم ارزان‌تره. همون دیگه چون کارت بانکی قابل استلامه، همون روز همون مبلغ تو کارتم بود. چقدر داشتی تو کارت؟ دیگه حالا فرقی نمیکنه، چون یه سری چیزی بگم. اصلا ببین گفتگوی تی وی پلاس کاملا شفافه، تلویزیون نیست. متوجهم. خب یه سری چقدر تو بحثا کارت پیش پول اومد به داشتی؟ خاطر اینکه الان من اگه این حرفو بزنم دوباره حاشیه پیش میاد. چرا؟ چون دو دسته فکر کردن. ویدیویی که از من اومده بود گفتم یه مغازه اینجا تهیه کنین مستقر شین شما. درسته. یه سریا استنباط کردن من گفتم مغازه بخریم، یه سری استنباط کردن من مغازه رهن بکنیم. الان من اگه قیمت رهن رو بگم میگن دروغگو بوده، اگه قیمت خرید رو بگم میگن باز دروغگو بوده. گفته رهن. اصلا کلا میخوام ضد و نقیضی پیش نیاد. این یه مورد جواب نمیدم. تو اونجا تو بازار فون؟ والا اونجا برای رهنش من پرسیدم و برای فروشش، رهنش رو گفتن 20 تومن، حدوداً ماهی 100 تومن 200 تومن میتونی بهتر اینجا، یعنی با چونه بزنی با 20 تومن رهن کامل. مغازه‌های نرمال دیگه همشون اونجا مثلا بغل هم بود 15 20 متر بود فکر کنم. همون قدر بین 15 تا 20. خرید رو هم پرسیدم ازش، گفتم یه عددی گفتم که آقا با انقدر میشه، گفت اینجوریه نیست آقا، پایین‌تر از این حرفاست. حالا یه عددی گفتم، یه آژانسی بود سر کوچه اون خانم، چون ما از هر مغازه‌ای که سوال می‌کردیم لباسم هم چرمی بود، حاشفم هم وصل بود، به خاطر اینکه می‌خواستم صدا تو بارون موبایلم خیس نشه. موبایلمو وصل کرده بودم به یه دونه میکروفون کوچولو، بعد داده بودم دست دوست. یعنی با تجهیزات کامل هم رفته بودی؟ یه موبایل تجهیزات کامله با حاشف دیگه. موبایل با یه میکروفون. حاشف هم برده بودی دیگه. میکروفون انقدری به موبایل تجهیزات نمیشه. چرا نمیشه با تجهیزات با موبایل بگیری؟ تجهیزات یعنی دوربین بتا کم دیوی کم 5D اینا میشه تجهیزات. میشه نمیدونم هلی بورد اینا میشه تجهیزات. ولی فکر شده رفت. فکر به چی؟ من تنها چیزی که بهش فکر کردم اینه که این ویدیو باید 2 برابر اون ویدیویی که کودک خورده پخش. یعنی فکر می‌کردی که در واقع این ویدیو میترکه. خدا شاهده فقط نه، اتفاقا من برنامه‌ام بود گفتم به همه خواهش کنم دونه دونه. من اصلا فکر نمی‌کردم خودش به چرخه، کارم راحت شد. من میخواستم به تمام اون بزرگای موسیقی که اون دسته‌ای که این فیلمو گذاشته بودن خواهش کنم، بگم آقا لطفاً اونو گذاشتین، اینم بذاریم بگین یه نفر اومده اینطوری داره بهش عزت می‌زنه. بعد مثلا به اونجا نرسید، خودش پخش شد. خدا رو شکر. دیگه به هر حال داستان زندگی امین غلامی میشه به 2 پارت تقسیمش کرد. یکی قبل از ویدیو فومن، یکی بعد از ویدیو فومن. برای افرادی که من نمیشناختن. آره دقیقاً. قبل از ویدیو فومن که ولش کن، بعد از ویدیو فومن چه اتفاقی افتاده واسه؟ چرا قبلشو ولش کن؟ نه آخه راجبش حرف میزنیم قطعا.
بعد از ویدیو فومن چه اتفاقی واسط افتاده؟ اتفاق که خیلی از دوستان زنگ زدن، خیلی لطف. ببین الان من حدود 900 تا کامنت فقط از شمال و شهرهای مختلف شمال قسمت کلا خطه شمالی کشور داشتم، از دبی داشتم، خلبان، دوستان دیگرم، خیلی با تایید ها، نه هیچ کدوم هم چیزی نبود، همشون هم گرم خوب. مثلا آقا ما انزلیم الان، یعنی من فردا شبش که اومدم خونه تا فردا شبش فقط داشتم به خدا و به قرآن میگفتم پشت تلفن، گفتم به خدا من برگشتم، به خدا اومدم شهرمند. یعنی گفتن بیا اینجا بمون، الان نشون بدم میخوای هستش. نه دست درد نکنه، چون مثل که من باید مثل اون قضیه اون خانم نشون بدم. بازم عرضم به حضورت که آخرش هم میره خواستگاری اون روشون نمیشه چه هم نگاه کنه. اصلا این حرفانی، من بحث اون آقاست. اون آقا یه بار با یه همچین افرادی شوخی کرده بود، بعد یه چیزایی گفته مثلا که کوبیده بود، چی گفته، به خیال خودش کوبیده بود، همون کچله. بعد فکر میکنه که مثلا میتونه با بقیه هم شوخی کنه، اینور یه حساب کتابی داره. بعد آقا شما تو رو ترکون، من اگه سوال کنه یه جمله دارم، شما تو مملکت ما هستی آقای کچل؟ بابا یه سوال دارم، شما تو جامعه نه الان کوروش کچله آقا، من اهانت به کسی نمیکنم، میخوام من کچل مد نظر رو میگم. من میخوام سوالم اینه، میخوام بگم که ایشون تو جامعه ما هست که میگه من طرفدار دارم یا ندارم؟ باید بیاد اینجا ببینه دیگه. معروف که نبودی، نگفت اصلا صحبت معروف بودن و نبودن رو نکرد. ایشون از طریق روانشناسی جملات درستی رو میگفت که ذهن مردم رو عوض کنه. میگفت کسی نمیشناخت، نگفت معروف داریم، محبوب داریم، مشهور داریم، اینا بحثای خیلی پیچیده داره، اصلا وقت نمیشه راجع بهش صحبت کنیم. چه سرزبونی هم داره این. ولی ایشون برگشت گفت کسی نمیشناستش. بگو شما تو جامعه ما هستی ببینیم. میخوای همین الان بگم دور تا دور دفترتو از همینجا که نشستم عکس منو بچسبونن، پوستر منو بچسبونن؟ بابا همین غلامی هر کی 4 نفر میشناسه. آقا یک نفر تو کوچه خودشون 2 تا روپایی با توپ زده باشه، نمیدونم با موتورش یه تک چرخ زده باشه، 10 نفر طرفدار داره. تو الان چند تا ترک دادی؟ من الان حدود 20 تا تک ترک دادم، 2 تاش پیشواز ایرانسل همراه اول شده، وبسایت رسمی مجوز وزارت ارشاد دارم. عرضم به حضورتون که و همین الانم آلبومم در دست اقدامه، کد رهگیری گرفتم، داره برای همه کارام اقدام میشه، چند تا اجرا گذاشتم، چند جا فعالیت هنری کردم، تو خیلی از جاها بودم که خیلی از این آقایون رو شطرنجی نشون میدن. اصلا این آقا صلاحیت نداره راجع به من صحبت کنه. ولی انقدی نترکیده بود کارت که فومن ترکید. به هر حال من طرفدار چون مارکت موسیقی مارکت شلوغیه ها. الان بهت میگم رقابت الان توی مارکت خیلی سخته. الان قبول دارم، ولی الان اینم بهت میگم ویدیوی من راجع به یه کار اجتماعی ترکید. من مخلصشونم هستم، نوکرشونم هستم. اونایی که میان اونجوری ابراز لطف و ابراز علاقه میکنن. من الان دوستی دارم که از دبی به من زنگ زد، گفت من با دوستم که آمریکایی صحبت کردم، 2 نفریم، همخونه ایم، اگر جای دیگه هم موردی هست بگو، ما هم تا 100 میلیون کمک میکنیم. خب اون یه مسئله اجتماعیه. ولی آیا شما باشی تو خیابون ببینی یه نفر یه کار اجتماعی خوب کرده، به واسطه اون شناخت پیدا کردن مردم بهش، میگی این آدم خوشقلبیه برم آهنگشو گوش بدم؟ نه. آره من میگم. خب شما من رو ذهنم تاثیر میذاره. شما اکثریت نیست، شما اقلیتی. نفهمید چرا ارمنی که نیست؟ نه منظور این که شما جزء استثناء هستی. چون همه این نه خب تاثیر روانی داره. میگه چه پسر خوبیه که این کارو کرده. اگه امین غلامی ویدیو کمک کردنش اومده بیرون، اونایی که دنبال ویدیوی کمک کردنش اومدن دنبال رشد شدن، دنبال کمک کردنشن از این به بعد. یعنی اگه من 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 7 ماه ببینن که دروغ گفتم، کلک زدم، با شیشه مشروب عکس دارم، با چند تا دختر عکس دارم، نمیدونم توی این ماشینای آنچنانی ام، نمیدونم تو جاهای خیلی خاصم، ببینن نه اصلا تو اون فضایی که راجع به صحبت کردم نبوده و دروغ بوده، خب اینا میرن، کاری هم با آهنگم نداره. ببین ولی این دفعه مهمونی بری ازت عکس میگیرن. شما اگر از سال 81 جان خودم اینو که گفتی رو دست من جلو دوربین میگم، آقا من خودم پاپاراتزی میافتم دنبال این بچه. اجازه بده. شما که هیچی. شما چند میلیون بیننده داره برنامه‌ت؟ حداقل 2 میلیون. من به این 2 میلیون نفر الان جلوی دوربین میگم، از سال 81 تا الان اگر کسی عکس مهمونی از من آورد، من کلا صفحه‌مو دی اکتیو فتوشاپ میکنم نه دیگه، با قانون درست، با منطق، شوخی میکنم. نه بابا دمت هم گرم، ان شاءالله که بازم اتفاقای اینجوری باشه.
پیش قدم من بعدم بشی. نمیاد اتفاقا همین الان آره. یه موردی هست که گفتن یه خانومی حالا داریم پیگیر میشیم، اسم نمیبرم شهرم نمیگم دوباره فردا حاشیه نشه، یه دختر خانومی عمل نیاز داره که مشکل داره، بعد ارزم به حضورتون توی یکی از شهرهای بزرگمون هم هستش که حالا باید برم ببینم اول صحت داره یا نداره، چون فقط در حد یه خبره به من گفتن. خیلی عالی. ان شاء الله البته میاد و در دست احداث کارگران مشغول خب کار. نه کی پیش میدی داره بالاخره. ارزم به حضورتون که همه چی درست پیش بره 4-5 ماه دیگه. یه ترک خیلی خوشگلم تو راه داری من شنیدم. ترک آماده است، بله من تو همین 1-2 روز آمادهش کردم، تقریبا مناسبتی نسبت به همین مسائلی که پیش اومد یکم احساساتی شدم، گفتم یه آهنگم راجع به این موضوع بگم خودم خالی کنم که بده ما هم پخشش کنیم. بله هیچ اشکالی هم نداره، زحمت بخشش هم با شما خوشحالم میشم، باعث افتخارمه. و این آهنگم تو همین 1-2 روزه چون یه مقدار احساساتی شده بودم یهو تصمیم گرفتیم و دیروز من صحبت کردم با یکی از دوستام که مشاوره میده بهم، دیروز باورتون نمیشه ساعت 8 شب این کار به دست ما شعر و ملودیش رسید که شعرش از خانم مریم اسدی هستش و عرضم به حضورتون که ملودیش هم مال آقای سعید هاشمی هستش. ما با 2 تا از دوستامون که دوست بسیار صمیمی من هست، دوست گلم آقای سعید ساشا، از ساعت 8 شب تا ساعت 4 صبح این کار رو ساختیم، تنظیم کردیم، خوندیم و میکس کردیم و مستر آماده شد، معرفی هم زدیم. کاور رو هم خیلی ها تنظیم کننده است دوستمه، کاور رو هم خودش تو دفترش برام زحمتشو کشید با دوستش انجام دادن و من خواستم اینجا تشکری هم از دوست گلم آقای سعیدی ساشا بکنم. خدا قوت هم اینجوری بهشون 2 نفر هر کسی 2 تا از این دوستا پشتش باشه کافیه دیگه. بله زنده باشه. تو داری از من بی هوارت میشی، چه کنم وقتی این همه بد میشی، تا کجا میخوای بی تفاوت باشی، نگرانم که بعد من تنهاشی، خاطرات گاهی باعث آزاره، زندگی بدجور بالا پایین داره، نمیدونی که تا چه حد غمگینم، پشیمون میشی نگران اینم، نگرانم نکنه دل ترک برداره، گاهی وقتا غروبا غم عجیبی داره، نگرانم تو بری اینجا قیامت میشه، وای از این بغض که واسه هر دومون عادت میشه، قیامت میشه، قیامت میشه. بعد تو دیگه زندگی ماروم نیست، چی میشه اینجا بعد تو معلوم نیست، این همه رویا تو بری میمیره، پشیمون میشن دیگه خیلی دیره، تو داری میری به همین آسونی، همیشه توی ذهن من میمونی، وقتی که هیچ کس نگران من نیست، دیگه این حرفا قابل گفتن نیست، نگرانم نکنه دل ترک برداره، گاهی وقتا غروبا غم عجیبی داره، نگرانم تو بری اینجا قیامت میشه، وای از این بغض که واسه هر دومون عادت میشه، قیامت میشه، قیامت میشه. وکال بای امین غلامی. پیشنهاد میکنی مردمی که تا حالا آهنگای تو رو گوش نکردن اولین ترکی که دوست دارن بشنون با صدای تو چیه برن گوش کنن و دانلود کنن؟ اولین ترک پیشنهاد 1. خب من یه 10 ثانیه راجبش توضیح بدم اول. آره. من کارایی که تا حالا انجام دادم کاملا متفاوته، یعنی ممکنه من بگم اولین ترک بعد شما بری گوش بدی اصلا بگی این فلان سبک، فرداش دومین ترک رو اتفاقی گوش بدی 180 درجه تغییر داره. اگر شما 18-19 تا کار منو بررسی کنید
همه نوع سبک خیلی عامیانه، چون برنامه دوستانه و جوان پسند و مردمی، میخوام خیلی عامیانه بگم. از اون آهنگ شیک 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 غربیه که خیلی سنگینه و احساس نداره خوندم، تا اون جوادیه که باش دستمال تکون میدن خوندم، تا اون غمگینه که باش زار میزنن، تا با اون شاده که عروسی میگیرن. در نتیجه نمیتونم پیشنهاد بدم، ولی خودم کار میگیره دلم رو خیلی دوست دارم. میگیره دلم. به عنوان مستخدم مصاحبت هر چی دوست داری به اون کسایی که این چند روزه قشنگ گوشمالی دادن بگو که صفا کنید. گوشمالی عرضم به حضورتون که ما با اون کسایی که گوشمالیمون دادن کاری نداریم، چون یه فاقه از تتلو هم داری یا بابت همینجوری حرف میزنه داش یا کاری با شما نداری. یعنی من الان اینقدر دارم باز و استریت صحبت میکنم؟ نه اینطوری نیست. امیر خیلی بچه خاکی و باحالی اتفاقا. نه اونا همینجوری داشمشی خیلی من که داشمشی نیستم، ولی امیرم من ندیدم داشمشی صحبت کنه، ولی خب خیلی خاکی و باحاله. حالا شاید یه جملاتی شبیه ببین، من الان سر کوچه تا اینجا عقیده‌ام متفاوته، 10 نفر بهم 10 تا شباهت. عرضم به حضور گفتی اونایی که بهت بد و بیرا گفتن تعدادشون خیلی کم بوده، ولی خیلی مشخصه. ببینید الان 3 تا در قبال چی میارزید؟ من نباید راضی باشم، اون مادر باید راضی باشه. اون باید، من میگم اون ویدیو باید پخشه. من اگه میگن کمه، من یه بار دیگه حاضرم برم پاشو ببوسم. این یه مورد دوم. بدون هاشف یا با هاشف؟ بازم با فیلم برداری. به خاطر اینکه باید ببینن. اگر یه روزی یک نفری یه جنبندی تو فضای مجازی بکنه، به من بگه آقا مثلا 1,483,000 نفر ویدیو یک کتک خوردن اون مادر رو دیدن، 1,484,000 نفر ویدیو شما، میگم دیگه تموم شد، ویدیو ندید، پاک کنید. من فقط میخوام همون تعداد آدمی که جلوشون یه چیزی رو دیدن که باعث از بین رفتن عزت یک نفر میشه، اینم ببینن. پس بعد منتظر یه ارتش غلامیتیا باشیم. عرضم به حضورتون که حالا صحبتتون راجع به اونایی که گفتین آره گوشمالی دادن، آره به اصطلاح گوشمالی، و اونایی هم که دلگرمی دادن و تشکر کردن، اونایی که گوشمالی دادن، یه نفرشون همون دوستمون بودن که آقای اسمش نمیدونم اسمش که منم نمیدونم، گفتن که صحبتی شد که من توضیحشو دادم، هیچی راجعش اصلا دیگه بیشتر وقت نمیذارم، وقت شما رو هم نمیگیرم با ارزش‌تر وقتتون. عرضم به حضورتون که بقیه دوستانم من نگاه کردم، یه نکته ریزی توش هست و من میگم بعدش میرم تو تشکر از اونایی که حمایت کردن. تمام افرادی که من رو من کردن، تکذیب کردن، نقد کردن، فحش دادن با اکانت خودشون، با اکانت شخصی، با اکانت فیک، حتی با اکانتایی که هیچی توش نیست یا با اکانت راستکیشون، شما یه گوشه کناری از موزیک توی پیجشون میبینید، یا یه آرم گیتار توشه، اجازه بده، یا موزیسینن یا تنظیم کنندن یا خوانندن یا نوازندن. یعنی چی؟ یعنی اهالی موسیقی اینقدر بدن؟ نه، مگه اهالی موسیقی اونان؟ داداش گیتار گذاشته میگه. نه ببین، هر کی گیتار بذاره اهالی موسیقی نیست. منی که این همه سابقه دارم، 13 سال خدمت امام حسین کردم، نوحه خوندم، 7 سال 5 6 سال 7 سال دارم میخونم، میزنم، مداح بودی تو؟ میخونم، میزنم و تنظیم میکنم. اگه جزء جامعه هنری محسوب نمیشم، اینا هیچی نیستن. اونی که یه عکس گیتار گذاشته، حرمت جمهوری اسلامی، حرمت ساز، حرمت هنر، از هر جهت، از نظر اعتقادی نگاه کنم حرمتشو نگه نداشته، از نظر هنر نگاه کنم نگه نداشته، از نظر خانواده‌ش و خواهر و مادر خودش که من تو پیجش نگه نشه، با رکابی عکس داره، تو استخ عکس داره، با شورتک عکس داره، یه گیتار بغل کرده، اون نماینده جامعه هنریه؟ نماینده جامعه هنری اونه؟ خب اگه اون نماینده جامعه هنریه، من ترجیح میدم رفتگر باشم، مثلا جامعه هنری نباشم. نفهمم شما به اون نماینده جامعه هنری. پس به هر حال وقتی میگم اینا موزیسین نبودن، نشونه ای از موزیک تو پیجاشون، یعنی میشه گفت علاقه‌مند به کار موسیقی هن. خب حالا اونایی که دلگرمی دادن، اونایی هم که دلگرمی دادن، زبون تندی هم داره این خیلی. خب عرض میکنم زبون تند، من معمولا شوخم و آروم صحبت میکنم، عصبی نمیشم. من الان 72 ساعته که میاد تبریک تشویق 800 تا 900 تا یه فوش بد میاد، تمام اونا رو از بین میبره. ذهنتون میریزه به هم نمیریزه. اون فوش رو من خیلی دوست دارم اون آدم رو ببینم. اون آدمی که اون فوش رو به من میده، اگه روبروی من وایسه، وجود نمیکنه به من سلام کنه، به هر دلیلی. این که واسه همه هست، یعنی خب هر کی بگی، از خواننده، بازیگر، اینایی که توی نه اصلا آدم عادی هم باشه، کسی جرئت نمیکنه تو روش بهش چیزی بگه. درسته؟
نه اینکه اسیدپاشی اینترنتی طبیعی هم هست. خب این یه مقدار دلیل تندی زبون منه. حالا کسایی که حمایت کردن رو تخم چشم ما جا دارن، طبق همون چیزی که قول دادم، اگر اونجور که شما میگی باشه باعث خوشحالی منه، بگی به خاطر این عمل تو این ویدیو بیان طرفدارت بشن، آهنگاتو گوش بدن که خب باعث خوشحالی منه، فبه ها گل زدم نوش جونم. اگر نه اونجوری که من فکر میکنم ویدیوم یه چیزی اجتماعیه و طرفداران اجتماعیش جدان، طرفدار موزیکم جدان، من نوکر همشونم هستم، به طرفدارای اجتماعیم قول میدم که ببینن و پشیمون نشن. و اگه الان من کسایی رو دیدم که از شب تا صبح 138 تا کامنت یک تنه گذاشتن طرفداری منو کردن نسبت به اونایی که معترض بودن، یه کاری میکنم 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه پشیمون نشن، خجالت نکشن. دم شما گرم. زنده باشید، قربونت. سلامت باشید. مرسی که اومدید. سلامت باشید. فدای شما باشم.